کلی کیک برای بابام پختم تا بالاخره فهمیدم کیک محبوبش این کیکه. همون کیک وانیلی که هممون تو بچگیامون مامانمون برامون میپختش. یه طعم قدیمی همیشه گوشه ذهن بابام بود. کیکی که هیچ وقت مزه‌اش رو فراموش نکرده بود. وقتی کار کیک بازی رو شروع کردم با خودم عهد بستم که اون کیک محبوب رو براش پیدا کنم و خاطره‌هاش رو زنده کنم. توی هر کلاسی که میرفتم هر بار یه کیک جدید و خوشمزه میپختم و براش میبردم. بابا میگفت خیلی خوشمزه است اما اون مزه رو نمیده. منم ناامید نمیشدم، باز ادامه میدادم تا اینکه یه روز یه کیک ساده وانیلی درست کرده بودم. بابا اومد خونمون. یه تیکه از کیک رو برداشت و guess what؟ گفت این همونه. اصلاً باورم نمیشد کیکی که سالها دنبالش بودم همون کیک ساده وانیلی اصلی خودمون باشه. گاهی خوشمزه ترین خاطره ها توی ساده ترین چیزها پیدا میشه. شاید این کیک ساده هم کسی رو ببره به خاطراتی که خیلی براش خوش